بهترین رپر زنده حال حاضر جهان کی از نظر شما؟ از نظر من فیوچر. دلیلش میشه بگین؟ وای با انگارش نسبت به بقیه رپرها خیلی اوکی‌تره نسبت به نظر خودم، حالا بقیه رو نمیدونم ولی آره. ببین من که کلا با اسنوپ داگ حال میکنم، کلا هم فازش خوبه هم بدونی خیلی وایب خوب میگیرم ازش. من کلا اینطوریه. آره. تتلو؟ دست خوش. تعصب ارق ایرانی. بله. از نظر من متولمن زنده، از نظر من متولمن توی بوتنکلنه و اینکه خیلی با صداش حال میکنم، فلوی قشنگی داره، وایب قشنگی میده به آدم، کلا حال میکنم. کی است؟ از نظر من فکر می‌کنم لیل وین. لیل وین؟ دلیلش هم اینه که خب خیلی از رپرهای خوب حال حاضر دنیا به نظر من اگه لیل وین نبود هیچ وقت اینقدر پا نمیگرفتن، اصلا نمی اومدن، صداشون شنیده نمیشد. به خاطر همین. امینم 50 سنت. میتونی دلیلش رو بگی؟ نه دوستش دارم. مرسی از شما. شخصیتش دوست دارم. دم شما گرم. عزیزم. بذار من پلی بوی پارتی. دلیلش رو میتونی بگی؟ حالا به خاطر اینکه کلا بازی رو عوض کرد، وقتی آلبومایی که داد مثلا آلبوم آخریش آیا میوزیک بله کلا بازی رو عوض کرد. دست